کشور حتی یه آب باریکه نداره، اما بیشترین آب شرب دنیا توش پیدا میشه، چون صاحب بزرگترین و بهینه‌ترین آب شیرین‌کنای دنیاست. این کشور امارات و این آب شیرین‌کنا تو دبی هستن، همون شهری که مسئولینش پا رو فراتر گذاشتن و قراره به زودی با استفاده از انرژی خورشیدی و ذخیره‌سازی آب شرب خودشونو به قطب آب شیرین خاورمیانه تبدیل و حتی به کشورهای دیگه صادر کنن. اونا با این کار میخوان جمعیت کشورشون رو حفظ و حتی بیشتر کنن و برنامه‌های جالبتری هم براش دارن، از جمله اینکه قراره به کسایی که از کشورهای مختلف تازه اقامت گرفتن وام مسکن بدن، اونم با اقساط بلند مدت و بی بهره و شرایط استثنایی. همین الانش هم هر کدوم از ما میتونیم یه خونه 2 میلیون درهمی رو با کمک این وام توی دبی بخریم و این کار رو آزاده معتبرترین مشاور املاک ایرانی توی دبی انجام میده، به علاوه که هزینه 2 شب اقامت و تمام هزینه‌های اخذ گلدن ویزا رو هم براتون انجام میده. یعنی با یه تیر چند نشون میزنی. حالا با این شرایط کی آماده پروازه؟ اگه آماده ای همین الان وارد پیج azade.adl.dxb شو.